السلام عليكم وطن عزیز. چنانه که محمد اقبال روحی میگد که از خوابی گران خیز. و شما گفتنیم که از خوابی گران خیزین. این انسان هایی که گپ ها سخن های نجومی نیستین در همون چیز که میتره. اینقدر شما در اینترنت تماشا میکنین گپ های خوبی آدم ها چقدر آدم سخن های خوب میگن. چی بر شما اینقدر با سخن های نجومی نیستین؟ معنی نداره که از خوابی گران خستگی نیستین. شما از خوابی گران آدم خستگی بیدار شدگی میدونید معنیش چیه؟ معنیش که به هیچ کس آزار نمیده. میگن که انسان انسانی است که دست پیغمبر آمدگی کو انسانی مسلمانی اصیل آن نفر است که از زبان او، از رفتار او، از عمل او مسلمان دیگر آزار نمییابد. شما باید که کوشش کنین که جوانان عصر 21 کسی را آزار ندین. من کامنتاری دیگه ویدیو تماشا میکنم، یک نمود گپ‌ها، یک نمود سخن‌های ناجور میدین مینویسین. حتی ما هم در یک بار نیست ببینین که این شب در کیجوی تنفروشی رفتیسته. پیش از اون که همون سخن ناجور گین که در پیش چشمتون مادر، اپا، همسر، دخترتون هم میسود در پیش چشمتون بیارین که همون خشت تباره شما یک کس گپی پس دنه شده میفوره. یک کس مادر شما را گپی ناجور بگه. من مادر هستم، یک کس خواهر شما را گپی ناجور بگه میفوره شما را؟ نمیفوره. خواهر شما را، پای شما را این شما هم میگفتین که خشت تباره ما را هم خیلی پیش بکدن، شما هم خیلی میکنین وقتون ضرر میارین. شما که تانه زدن یکی خشت تباره ما را پیش پو کردن، شما هم زبونتون دراز شد که خشت تبارش پیش زدن ما پیش پوش کنیم بیواره عیبی خدشه بیواره عیب که نداشته باشه را هیچ کس خیلی نمیکنه. کی به عیب است، کی به گناه است، کی به خطا است؟ همه شما هم عیب دارین، شما هم خطا دارین، ما هم عیب خطا دارم. لیکن منو نداره که بخیزه آدم تنها کنی زنین. تو بی فوتبال کردن شما که دو ویدیو گفتم گفت در چی میزنینشن گل میزنینشن که شما میگه که محمد اقبال که این شیشه است که در این دور قمر میبینم. میگه همه افق پر از فتنه و شر میبینم. فتنه، شر بدی است نه؟ فتنه اندازی چطور کرد گندگی در این مولتیکای راسیسکی سویسکی نشان میداد که یک تا گربه را موش غمیته میگه که بیو دوستی کنیم چطور کجان کردن. این مولتیکو آدمو باید مولتیکای تربیوی بود نکیم. لیکن سخن‌ها آدمو تاثیر نمیکنه. این سخن انسان خودش رو نمیخوانه. آخه اگر انسان خواه کو داید قرآن میگه که خواه انسان که تغییر میبره. انسان که نخواه کو صد اگر آدمو گپ زنن، صد اگر آدمو که چیزی که بگن کو در این اینترنت پندومیز سو آدمو آیات قرآن به شما میفهمونن، حدیث رو میفهمونن. من حدیث و آیات رو به شما میفهمونن. اگه گوش میداره گوش میبره میاره با در کامنتاری با مینویسن گپای بیجا. باز میگم بر شما همتون عزیز تماشا بینانی محترم، پیش از اون که یک سخنی ناجور میگن کو مادرتون فکر کنین، اپاتون فکر کنین، همسرتون فکر کنین، خواهرتون فکر کنین، بعد هم سخنی ناجور نیستین. با نگین که من خشتوار شما رو من کردار نیستم. حق نداره یگان چی بگم، شما حق نداره که من یگان چی بگین. پیش روتون بیارین اولام خشتوار خطانه جنسی زن کسی که در ویلتون هسته. بعد ادرسی در کامنتاری یک بلوگی ریزنده بعد سخنی ناجور نیستین. وقتی که کسی فکری بد میکنه کو فکری بد به خطا میاد. این دستورای ایزوزلوت اومده کسی ذره نیکی کنه برمیگرده، ذره بدی کنه برمیگرده. شما فکر نکنید که سخنی ناجور دما مینیسین در شما برنمیگرده، برمیگرده. شما را که سخنی ناجور گفتین کو مثلا ما مادر هستم، من خواهر اپا هستم، من فرزند پدر مادر بدم. انم کسی که فرزند داره، اپا داره، خواهر داره، مادر داره، ما در میسو گپ ناجور میزنه کو گپ ناجور دم خطا برگشته میره. در این دنیا در نگرده در قیامت بعد هم صاحبی که گپ گفتگه رو با رو با ما میخزه در اونجا بعد حساب کتاب جمع میشه. یگان کاری ما به حساب کتاب نیسته. بله در یوتیوب شما مینویسین سبشینی را هیچ کس نمیبینه و غیر من خانم آدما میبینن. هیچ کس نمیبینه و غیر شما خدا هم میبینه. خدا ایرا جون به ما نزدیکه. ما نفس میکشیم خدا نفس ما را حساب میکنه. چیزی که در سبشینی در کامنتاری مینویسین شما حساب کتاب نمیکنه. خندواری علامور نه؟ خندواری علامورش اینه که علامورش اینه که مسلمان این کارو را میکنین شما مسلمانین. خندوارش اینه که
چقدر انقدر چیزا رو به شما میگن میفهمین بو هم کورتون میکنین. خب لایک подписаться подписываться فراموش نکنید. میدارم شما